سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حسد این اولین گناه است که در آسمان پیدا شد. شیطان به آدم علیه السلام حسد برد. جایگاه خود را در نزد خداوند از دست داد. خداوند شیطان را از درگاهش راند، لعنتش کرد، به او غضب کرد و این چنین حسد اولین گناهی بود که در زمین انجام داده شد. یکمین شخصی که حسد برد این قابیل بود. به برادرش حابیل حسد کرد و در نتیجه او را کشت. آخرت خود را از دست داد و پشیمان شد. چقدر آدمانی در زندگیشان موفق به سبب حسد همه چی را از دست دادند. ما در مجتمع عجایب قرار داریم. اگر موفق شوی به تو حسد می کنند و اگر شکست خوری تنقیدت می کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند پناه طلبید به سوی خداوند از حسد و این چنین فرمودند بسیاری های از امت من بعد از قضا و قدر از حسد می میرند و در حدیث گفتند حسد شتر را به دیگ و آدم را به قبر می برد. راه های پیشگیری از حسد اینها می باشند: خواندن سوره فاتحه، خواندن آیت الکرسی، خواندن آخر سوره بقره از آیت آمن الرسول تا آخر، خواندن سوره اخلاص، فلق و ناس. پس دوستان عزیز، پیش از خواب این سوره ها را خوانده در خود دم اندازیم. این از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. ان شاء الله با اذن الله اینها سبب می شوند که ما از حسدگران و از هر یک چشم بدان ایمن میمانیم با خواست خداوند. و از همه مهم این توکل کردن به خداست. خداوند می فرماید کسی به خدا توکل کند او کافی است او را. و در جای دیگر می فرماید مگر الله کافی نیست برای بنده اش؟ هوشیار باشید و احتیاط شوید که کسی شما را فریب نکند. اگر به تو گویند که ملچه چشمی یا دندان حیوانی وحشی و دیگر چیزها تو را از حسد حمایه می کنند باور نکن. این عملها شرک می باشند. تنها خداوند بندگانش را حمایه می کند. ای کسی که از حسد می ترسی توبه کن، چون که هر یک بلا و مصیبت به سبب گناه به سر بنده می آید. حسد یک بلا و یا مصیبت است. خداوند می فرماید هر مصیبت بر سر بنده می آید به سبب گناهش است. حضرت علی خداوند از او راضی باد گفتند بلا به سبب گناه می آید و با توبه کردن برداشته می شود. ای حسد کرده شده خوبی کن به کسی که تو را حسد کرده است تا دلش را به دست آری. با خوبی تو می توانی دل شخص را به دست آری. چطوری که خداوند می فرماید خوبی و بدی برابر نیستند. همیشه با نیکوترین طرز جواب ده تا کسی که میان تو و او دشمنی است چون دوستی مهربانی تو گردد. سوره فصلت آیت 34. پس دوستان عزیز قلبهای خود را از ناپاکی ها تازه گردانیم و به کسی حسد مبریم. آنچه که آن شخص به دست می آورد از جانب خدا است و به تقدیر خداوندی اعتراض نکنیم و آنچه که خداوند بر تو نداد این از حکمت ها خالی نیست. به تقدیر خداوند اعتراض نکن. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.